علیکم، چطورین؟ به یه ویدیو دیگه خوش اومدین که یه مهمون خیلی ویژه داریم. سلام، وقت همگی بخیر باشه. خیلی خوشحالم که اینجام. امروز قراره که بیایم رشته دندونپزشکی و پزشکی رو مقایسه کنیم. من خودم دانشجوی ترم 7 میشم دندونپزشکی شهید بهشتی. شما هم که هفتم، من هفته پزشکی. و اومدیم به عنوان کسی که تقریبا نصف راهو خونده یه سری سوال در مورد پزشکی و دندون جواب بدیم که به شما کمک کنه که راحت‌تر تصمیم بگیری بین این دو تا. اوکیه؟ بریم سراغ اولین سوال. گسترده بودنش، یعنی اینکه شما وقتی میخوای یه چیزی رو ادامه بدی واقعا میتونی ته نداشته باشی و راه ادامه دادنش خیلی زیاده. جواب جالب. من میگم که بهترین ویژگی تا الان بخوام بگم پویایی دانشگاه رو میگم. این که اصلا خیلی دانشگاه پویای جنبش آموزش دندونپزشکی من خیلی دوست دارم. مثلا واقعا خیلی جالبیه. من از آموزش پزشکی متنفرم. خب بریم سراغ سوال دوم. به نظرم بزرگترین مشکلی که دندونپزشکی داره کمردرد و گردن‌درد و همه این مشکلات جسمیه که برای آدم میاره. واقعا شهید این داستان. واقعا از این جهت ما چجوری می‌خوایم تغییرش بدیم؟ اگر میتونستم تغییر میدادم. در حالتی که دندانپزشک‌ها برن و ربات‌ها بیان این حالت تغییر میکنه و ما از دانشمندا خواستار ساخت ربات دندانپزشک هستیم. من یه کار عملیه یعنی واقعا انجام شدنیه. آموزش عملی و بالینی رو واقعا جایگزین این حجم آموزش تئوری می‌کردم. در مورد دندونپزشکی هم میشه تغییر داد. اینکه مثلا تجهیزات بهتری برای ارگونومیک باشه، فلان باشه. و اینکه از اول اگر درست یاد بگیری، درست کار کنی خیلی اوکی میشه. نه اشتباه بکنی که بعد شروع از اول پوزیشن‌های درست رو باید انجام بدی. می‌دونی من رشته قبلیم بهداشت حرفه‌ای بوده ولی یه واحد خیلی بزرگی داشتم به نام ارگونومی و همیشه اون شغلی که مثال می‌زدیم که اینا آسیب‌های اسکلتی عضلانی دارن همیشه تحقیقات موجود دندونپزشکا بود. یعنی واقعا فکر می‌کنم خیلی جدی و اذیت کننده است. آره اصلا میای تو رشته می‌فهمی داستان چیه واقعا. بریم سوال بعدی. بدترین ویژگی رشته من. ببین ویژگی بد زیاد داره. خب ویژگی خوبم زیاد داره. ویژگی بد زیاد داره ولی شاید بدترینش این باشه که تو وقتی از شرایط داری توضیح میدی کسی متوجه نمیشه که داری چی میگی. یعنی مثلا وقتی من میگم حجم درسم زیاده واقعا هیچ دیدگاهی از اون حجمه نداره من در مورد چی صحبت میکنم. حتی خب فکر کنم تو همه رشته‌ها همچین چیزایی باشه دیگه. آدمایی که نخوندن فکر می‌کنم خیلی نمیتونن ارتباط بگیرن. همونجوری که مثلا مهندس برق به من بگه من نمیتونم باشه ارتباط بگیرم. این به نظرم واقعا بدترین ویژگی رشته‌ام. موافقم و کلا در مورد دندونپزشکی اصلا همین دیدگاه هست که همه میگن دندونپزشکی دیگه خیلی اوکیه. من خیلی اوکی نیست. در مورد سوالای جلوتر اینو توضیح میدی. ولی من یه چیزی بگم درس بخونید شما. اگه چیزی بخوام بگم بدترین ویژگی من همین کمردردی رو میگم چون واقعا اذیت میکنه ولی چیز دیگه هم هستش که بده. خب بریم سراغ سوال بعدی. علوم پزشکی یا غیر علوم پزشکی؟ هر چیزی جز پزشکی. ببین تو علوم پزشکی‌ها اتفاقا چند وقت پیش بحثش بود فکر کنم مسابقه. آره فکر می‌کنم مسابقه. و توی غیر علوم پزشکی ها شاید رشته هایی که مربوط به کسب و کار و اینها باشن ولی فکر می‌کنم هنوز خیلی توی ایران رشته های این شکلی نیومده، بیشتر دوره است. ولی توی علوم پزشکی ها فکر می‌کنم مسابقه. من پزشکی که اصلا ولی اگه چیز دیگه بخوام انتخاب کنم احتمالاً بیوتکنولوژی رو انتخاب کنم. دکترای پیوستش. آره چون فکر می‌کنم تو میتونستی انتخاب بکنی. خب بریم سراغ سوال بعدی. ببین من خیلی تحقیق کردم. خب خیلی چیز خاصی سورپرایزم نکرد اما تفاوت وقتی که شما از بیرون داری یه کاری رو انجام میدی با وقتی که از داخل داری یه کاری رو انجام میدی خب خیلی زیاده. یعنی از لحاظ تئوری شاید همه چیز رو میدونستم و همین الان هم مثلا آمادگی اینترنی فلان دارم ولی شما وقتی که وارد یک ماجرایی میشید خیلی متفاوت میشه همه چی. من قبول نیست قبل انتخاب رشته بدونم و با اینکه من خواهرم دندونپزشکی میخونه اون موقع و میدونستم باز اینکه این حجم مطلب هست رو هیچ وقت نمیدونستم. یعنی هیچ کسی نمیدونه که چقدر دانشگاه قرار سخت‌تر باشه، چقدر کار میزه سرت و مثلا رشته ما که عملی داره
علاوه بر اون درسه یه حجم کار عملی هم هست، درگیری بیمار هم هست و اینا رو ما داریم کم کم تازه می‌فهمیم و اصلا این چیزیه که قبل کنکور نمی‌کنم کسی بتونه لمسش کنه این حجم کارو. میگم شما در رشته اینو دارید. آره همین میگم من واقعا میدونستم، شما میدونسته قطعا شرایط چجوریه، ولی همش تئوری بوده. اینکه شما مثلا عملی وارد بشی و خودتون شرایط قرار بگیری یک مقداری فهم. اینو موافقم. خب میریم سراغ سوال بعدی. چیزی که من رو سورپرایز کرد این بود که دندونپزشکی خیلی کار گچی داره. یعنی گچ بازی داریم. خیلی گچ بازی داریم. یعنی اصلا هیچ کی فکر نمی‌کنه که تو اینقدر درگیری کار با گچ بشی. درسته که اکثرش کار لابراتوار میشه، ولی خب ما توی آموزش دندونپزشکی تمام کارا رو خودمون انجام میدیم و خیلی برای من باحال بود که اینقدر آدم مثلا دور از فکره که یه چیزی در مورد یه رشته‌ای درسته. میدونید من یکی از علتایی که هیچ وقت دندونپزشکی نمی‌زدم همین بود، چون از کار عملی به شدت متنفرم. من دلیلی که دندونپزشکی زدم همین. آره یعنی میگم که مثلا شاید بچه‌ها براشون سوال پیش بیاد که چرا مثلا گفتم یه رشته به جز پزشکی. معمولا بچه‌ها اینجوریه که بین دندون و پزشکی کدوم بریم، مثلا دندون جزو گزینه‌ام نبود، چون کار عملی هم ضعیفه هم اعصابمو خورد میکنه. کار عملی خیلی ترجمه کتاب بخونم. آره منو چی سورپرایز کرد؟ ببین یه چیزی واقعا من هنوز بعد از هفته واقعا سورپرایز میشم. دیدگاه مردم نسبت به دانشجوی پزشکی یا پزشکی. و اصلا فکر نکنید این دیدگاه منظورم اینه که خوبه یا بده، کاملا دو سر طیفه. یعنی وقتی که همچین چیزی رو میگی، یا آدم‌ها مثلا اینجوریه که دیدگاهش مثلا به تو بده کامل 100% اصلا نمیذاره که تو خودتو اثبات بکنی، یا یه جوری باهات برخورد میکنه که انگار تو از آسمون افتادی، در حالی که واقعا هیچ کدوم اینا نیست. تو یک آدمی که صرفا یک رشته رو حالا داری میخونی، ممکنه این رشته مثلا تو این رشته حتی خوب باشی، تو این رشته بد باشی، اصلا ربطی به سایر ویژگی‌های شخصی آدم نداره. و من این دیدگاه صفر اصلا عوض شدن رفتار آدم‌ها رو من دیدم خیلی تجربه کردم و واقعا ناراحتم می‌کنه. حتی به سمت خوبش هم ناراحتم می‌کنه، چون احساس می‌کنم که من یه شخصیتی داشتم که خارج از پزشکی بود و الان شاید تحت تاثیر این موضوع به خاطر رشته‌تو بتونه. آره چون من قبلش هم همین آدم بودم، همین اخلاقا داشتم، همین ویژگی رو داشتم و این رشته خیلی انگار که مثلا این باعث شد که من اینجوری بشم، در حالی که واقعا نبود و یکم ناراحت میشم از این موضوع من همیشه. خب بریم سراغ سوال بعدی. مگه دکترام این کارو میکنه؟ مثلا چی؟ بابا مثلا چه میدونم داری مثلا تتلو گوش میدی، حالا اون که خیلی چیز نیست، ولی مثلا دارم میگم آقا داری تتلو گوش میدی، فست فود میخوری، اصلا نوشابه میخوری، ولی کلا یهو میگی مگه دکترام این کارو میکنه؟ یا مثلا شما که چند سال دیگه پول پارو میکنی، دردت چیه؟ حالا اوکی ولی من اصلا چیز نیستم، من اصلا نمیخوام وارد این مسائل بشم که پول پارو میکنی یا نمیکنی، یا تعدادی میکنن یا تعدادی نمیکنن، ولی این حرف کلیشه‌ای که به همه گفته میشه من یه کمی اعصابم خورد میشه. من چیزی میره رو مخم اینه که میگن دندونپزشکی که هتله. یعنی چرا میره رو مخت؟ مگه نیست؟ ببین چیزی که هست اینه که پزشکی واقعا سخته، خب خیلی سخته و من قبول دارم که این سخت‌ترین رشته ممکن میتونه باشه، ولی باعث نمیشه که دندون که نسبت به پزشکی رشته کمتر سختی رشته آسونی بشه. یعنی واقعا واردش میشیم میبینی که چقدر حجم درس زیاده، چقدر حجم کار زیاده و چقدر اصلا این پاس کردن این پروسه سخته. و خیلی به دلیل اینکه میگن دندونپزشکی نسبت به پزشکی آسونه، پس فکر می‌کنن دندونپزشکی آسونه و اینجوری که خب دندونپزشکی آسونه، ولی واقعا آسون نیست، واقعا سخته. شما اصلا من یه چیزی همیشه میگم، شما وقتی که 7 سال 6 سال و نیم درگیر دانشگاهی، خود به خود اون رشته یعنی سخته. خب یعنی عملا شما تو درگیر رشته سختی هستی. حالا سختی پزشکی چون قابل لمس تره به نظر من بیشتر به چشم میاد، چون من مثلا دارم میگم که آقا جان تو برای کنکورت مثلا 100 صفحه زیست خوندی، من 2 هفته وقت دارم 500 صفحه کتاب بخونم. خب این برای طرف قابل لمس تره تا شما مثلا میگی من با گچ کار میکنم، چون آخه ما همینقدر درس هم داریم. آره درستون هم اصلا فکر نمی‌کنم بچه که درس هست آره. خیلی عجیبه. اصلا فقط کار عملی نیست، اصلا بحث اینه که اتفاقا خیلی علمه. یعنی شما باید علمت خوب باشه که این کار عملی رو بتونی انجام بدی. درست کردی. خب بریم سراغ سوال بعدی. خیلی در فضای اینستاگرام دنبال تحقیقات نباشید واقعا. ببین من حتی یوتیوب رو میتونم بگم باشید، ولی اینستاگرام رو نرید دنبال تحقیقات. واقعا اگر فکر میکنید که مثلا پزشکی مناسبتونه، 2 روز برید بیمارستان. ببین 2 روز نرید رو پوش پزشکی نگاه کنید، پوشی پزشکی نگاه کنید، ذوق کنید. اینو نمیگم، اون ذوق داره، من اصلا منکرش هم نیستم. 2
روز واقعا چشتون رو روی نکته های خوبش ببندید و 2 روز برید نکته های بدش رو نگاه کنید فقط و ببینید که آیا از پس نکته های خوبش که همه برمیاد، ببینید از پس نکته های بدش هم برمیاد یا برنمیاد. اما 2 روز هم ببینید میتونید بیمارستان رو تحمل بکنید یا نه. این خیلی نکته مهمیه به نظر من راستش سوالو از این دید فکر میکنم که کسی در پزشکی الان اومده ترم 1 میخواد بره و چی بهش بگم؟ بهش میگم که در پزشکی از 2 سال اولش قضاوت نکن، چون 2 سال علوم‌های خیلی با چیزی در پزشکی از فرق داره و اصلا ما 1 ساله که داریم میفهمیم که در پزشکی چیه و الان برام خیلی قشنگ شده. اصلا خیلی عجیبه. ما مثلا من اون علوم‌های این حجم تفاوت برای چیه؟ خیلی متفاوته، به همین اصلا قضاوت نکنید. خب بریم سراغ سوال بعدی. بله. یه شده زمان. آره. کی؟ اردیبهشت هم نیست. چرا؟ یعنی چه کاندیشنی بود؟ درگیر بیماری یکی از عزیزان بودم و مدت خیلی طولانی تو بیمارستان بودیم، به خاطر همین احساس کردم که چرا من این کارو کردم. و بعداً البته خب با روانشناس صحبت کردم و اینها، یعنی هنوز هم صحبت میکنم چون واقعا اثرش، به خاطر همین گفتم برید، اثرش روی شما خواهد موند این موضوع. و بعدش به این نتیجه رسیدم که زمانی که شما به عنوان بیمار میرید و به عنوان همراه بیمار میرید خیلی متفاوت هست با زمانی که به عنوان کادر درمان میرید داخل بیمارستان و باید شما بتونید، یعنی یکی از قدرت‌هایی که شما باید داشته باشید اینه که نذارید تروماهای گذشته‌ای که شما توی بیمارستان به عنوان آدمی که اونجا مریض بوده تجربه کردید روی رفتار شما در آینده تاثیر بذاره، در حالی که من داشتم تاثیر میگرفتم. یعنی مباحث مرتبط رو که می‌خوندم واقعا روانم نابود می‌شد. ولی الان اوکی. من جواب بخوام بگم میگم که من سر اون پای خیلی خوش ذوقم. یعنی من اینجوری بودم که من اومدم که کار عملی کنم و کمتر درس باشه و دیدم که فقط درس تئوری و چیزی من بهش واقعا علاقه ندارم. وای تئوری معمولی نه، تئوری بی ربط، یعنی به چیزی که هستی بی ربطه. و واقعا اصلا من موقع به این فکر کردم که من اگر تا ترم 7 علاقه من نشدم میرم یه رشته دیگه. یعنی تا ترم 7 اگر به دانشگاه علاقه من نشدم و یک علاقه دیگه قطعی پیدا کردم میرم یه رشته دیگه. این تصمیم من گرفتم. میشه من یه سوالی مثلا ازت بپرسم؟ ببخشید ویدیو تو ولی من میخوام سوال بپرسم. علوم‌پایه شما مثل علوم‌پایه ماست؟ آره. یعنی اون هم ویروس و باکتری و انگل میخونید؟ همه چی. انگل مگه تو دستگاه گوارش هست، شما چرا باید بخونید؟ خب علوم پایه رو یه سری چیزای بیسیک میدونیم و اینکه چون ما دندون پزشک هستیم و اسم پزشک رو داریم باید یه سری چیزا رو بدونیم. آره اینو بیشتر جهت اطلاع بچه‌ها گفتم دیگه، چون واقعا یعنی خیلی عجیبه بعضی درسایی که تو علوم پایه آدم میخونه. آره ولی خب اینکه این بحث اینکه دندان پزشک هست و خیلی میگن دندان پزشک نیستن، چرا؟ همونجوری که چشم پزشک هست، دندان پزشک هم پزشک هست. من از وقتی این رشته قبول شدم حجم مصرفی اینترنتم 10 برابر شده، چون یا تو یوتیوب یا تو گوگلم. ببین واقعیت اینه که خیلی وقتا استاد چیزی میگه میره و تو اصلا هیچی متوجه نمیشی، چون اصلا اون وقتم نداره بگه و من همه اینا رو مجبورم گوگل کنم، یا ولی اغلب استفاده از گوگل میکنم. یا مثلا یه بیماری نشونهاشو گم کردم، علائمشو گم کردم، یا اصطلاحای رشته، اصطلاحات. ببین مثلا یه چیزی خیلی جدی میگه بعد میگم خب مگه من اینو خونده بودم، اینو به خدا من بلد نیستم نخونده بودم. من چون یادم میره اصطلاحا رو سرچ میکنم، ولی خب بیشتر اصطلاحات پزشکی مثلا که یعنی در پزشکی یادم میمونه این چیزایی که به پزشکی مربوطه رو همیشه سرچ میکنم که تو ذهنم بمونه. آره. من الیواتور میشدم، یه وسیله عکس رو الان میذارم، یه وسیله برای دندون کشیدن و بعدا خیلی سپامنده کارش برای دندون کشیدن اینجوری اهرم میکنه و دندون درکنه. وای همون احتمالاً همون چیزی که من دندون عقلمو میخوام باش در بیارم امروز. با اون در بیارم. من ببین راستش بخوام ما با توجه به اینکه هنوز خیلی با وسیله ها در ارتباط نیستیم، استتوسکوپ نه اونم ما هنوز چیز خیلی کاری نمی‌کنیم. من بنده میتونم با کتاب‌های کیوبی واسه مثال بزنم، بنده کتاب‌های کیوبی میشدم، ولی نه. ببین چون واقعا از بین وسایلی که میشناسم فکر کنم وسیله پزشکی واسه درمان نیست ولی مهر پزشکی میشه. چی باحال. من رو نمی‌خوام. خواهش می‌کنم که کپی نمیشه که خواهش می‌کنم کپی نکنید. ببین من واقعا به خاطر درست حجم پزشکی خیلی زیاده فلان و اینها مسجل خودش،
من خود درس خوندم به تنهایی خیلی تحت فشارم قرار نداده، چون همیشه درس خوندم و کنارش چیزهای دیگه رو مجبور بودم هندل بکنم. مجموعه این شرایط و همین ترمی که گذاشت دیگه، مجموعه این شرایط واقعا من فشار بود. کلا اینکه چند چیز رو هم تلمبار میشه باعث میشه آدم از لحاظ روحی واقعا تموم شه. آره. من ترم 6 که بودیم یه سری امتحان داریم به اسم آسکی، فکر کنم شما کنه آسکی داریم. امتحانای بخش‌های عملی به صورت آسکیه که یه سری اسلایده و شما جواب میدید. و وقتی که ما امتحان آسکی رو داریم کل دانشگاه به همون صورت شکل قبل هستش، تمام ریکوایرمنتات هستش، بیمارت هست، همه چی هست و همه اینها رو هم بود روی ما و یه ماه اینجوری بودیم، یه هزار چیز دیگه هم بود و واقعا من اون یک ماه خواهرم گفت چرا شبیه گربه خیابونی اضافت. واقعا اصلا شبیه گربه خیابونی بودم. آره آسکی‌ها یه مقداری گربه خیابونیش دور ازشون، ولی یه مقداری واقعا شرایط سختی ان، چون حالا تو برگرد تو هرچی می‌نویسی که کسی خیلی متوجه نمیشه چیکار می‌کنی، ولی یه مقداری اینکه مثلا خود دانشگاه هست، ریکوایرمنتاش هست، کلاسات هست، آسکی ها هم هست، این خیلی سخته. بریم سراغ سوال بعدی. پاتولوژی چقدر مستقیم. ببین آخه اصلا این درس نقطه ضعف منه اصلا. یعنی من واقعا مدت‌ها، روزها، سالها، ماها این درس رو میخونم، باز مثلا کاملا توش ضعفم مشخصه. چون خیلی حفظیه و همه چیز شبیه همه. همش شبیه همه. بابا من عملیش هم آخه همینه. آره عملیش اصلا داما کپ همه. صورتی بنفش صورتی پاره پاره بنفش پاره پاره. آره پاتولوژی شما هم دارید. کلا آسیب شناسی دیگه هر جایی که باشه دارید. من تخیل درس که میگم پیویی که عملیه، نه به خاطر خود درسش، به خاطر اینکه با یکی از استادای خیلی 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 سختگیر بودیم و واقعا پاس کردن سختی بود. پاس کردید؟ بله. خداش. بریم سراغ سوال آخر. چند درصد رشته‌تو به بقیه پیشنهاد میدی؟ به کسی که الان میخواد انتخابش کنه. به من واقعا خیلی پیش میاد که بچه‌ها ازم مشورت میگیرن و جواب این سوال واقعا نمیدونم. به خاطر اینکه حتما باید بدونم اون آدم چه ویژگی داره. حتما. ولی اگر کسی ویژگی کنار اومدن با پزشکی رو داشته باشه، ببین وقتی میگم کنار اومدن همه چی، پول، تحصیلات زیاد و طولانی، هجومیدن درس. من میگم 100%. به خاطر اینکه وقتی اگر اونو بدونم که اون آدمه ها، خب یه نفر 18 سالشه یه رتبه خوبی گرفته و شک داره الان پزشکی بگیره، ببین باید بپرسه. خب به خاطر اینکه من واقعا نمیتونم همینجوری اصلا، یعنی نه این رشته، هیچ رشته‌ای رو من نمیتونم همینجوری به کسی پیشنهاد بدم، چون باید از پس اون رشته بر بیاید. واقعا باید بر بیاید. ما هزار کادر درمان داریم که از خیلی از پزشک‌ها واقعا بهترن. میدونید چرا دارم بهتون میگم؟ تو کار خودشون بهترن. نه که منظورم اصلا مقایسه‌ای نیستم. طرف تو کار خودش انقدر قویه، انقدر باسواده، انقدر خفنه که میتونه همه چی اونجا رو منیج بکنه و اون یه نیروی خفن تو شغل خودشه، در حالی که یک بچه‌ای که به زور اومده، دوست نداشته، فلان بوده، بیسار بوده، یک آدم متوسط و حتی ضعیف توی رشته خودش. من به این معتقدم که شما هر جایی میرید باید قوی اون رشته باشید. بعد به خاطر همین چکش میکنم، اگر ببینم واقعا میتونه میگم 100% برو، چون واقعا پزشک خوب خیلی احتیاج داره. چقدر قشنگ. من میگم که اگر شک داری که دارم پزشکی بیایی یا نه و میتونی این سختی درس خوندن رو تحمل کنی، چون چیزی قابل تحمله، ولی خب یعنی میبینی که آدم‌ها زنده موندن و بدن خوده شدن. ولی اگه یه مقدار شک داری من بهت 80% پیشنهاد میکنم، چون من خیلی بدم میومد اول و الان خیلی خوشم اومده. آره من اینو راستشو بخوای تعداد بچه‌هایی که از پزشکی منصرف میشن یا زده میشن خیلی کمتر از بچه‌های پزشکی، چون فشار کار پزشکی واقعا اون فشار روانیش خیلی شدیده. من فکر می‌کنم حالا نمیدونم هنوزم این دیدگاه درسته یا نه، شاید حالا بچه‌ها دارن گوش میدن اینم بد نباشه ازت بپرس. بچه‌ها میدونید که ویدیو نگینه مطمئنا شما هنوزم کار سلامت بشید، هنوزم کارتون با دندانپزشکی عمومی اوکیه، چون ما بچهای پزشکی واقعا با عمومی نمیتونن طبابت بکنن، میشن کار زیبایی و فلان و فلان انجام، نه که نمیتونن طبابت بکنن. و بچه‌ها پزشک عمومی واقعا خط اول درمانه، تو منظورم در شرایط فعلی جغرافیای ایران. اتفاقا توی یه ویدیویی در مورد همین صحبت کردم که قرار قبل این ویدیو بره بالا و بله الان میشه، ولی خب احتمالاً آینده‌ای دندانپزشکی و آینده‌ای که الان پزشکی دچار شده دچار بشه دیگه، چون قبلا پزشک‌های عمومی هم میتونستن طبابت کنن و درآمد معقولی داشته باشن. آره نکته در مورد رشته‌تون دارید اضافه کنید به این چیزهایی که گفتیم؟ من واقعا بار صدام میخوام تاکید بکنم، خواهش میکنم از بیمارستان یک محیط جالب برای خودتون نسازید.
بیمارستان واقعا سراسر زجر و بدبختیه. کسی که اونجا اتفاقی براش میفته آدم دردمندیه و شما درسته که ما از انسان‌ها انتظار درک داریم، ولی انسانی که یا خودش بیماره یا عزیزش اونجا بیماره خیلی توقع نداشته باشید با اون همه خشم و ناراحتی و غمی که داره شما رو درک بکنه و شما در معرض آسیب‌های زیادی قرار میگیرید. اصلا من کار ایشون تایید کار اون قسمت رو تایید نمی‌کنم، نه فقط شرایط رو بهتون میگم که احتمالاً خدای نکرده خودمونم توی این شرایط باشیم همینی. این یک. دو، وضعیت مالی رو حتما چک بکنید. من نمیگم خوبه نمیگم بده، برای خیلی ممکنه خوب باشه برای خیلی ممکنه بد باشه و حواستون همیشه به این موضوع باشه. یعنی اینو همه بدی‌ها رو که گفتم واقعا هیچ لحظه‌ای اندازه لحظه‌ای که آدم‌ها با خوشحالی بیمارستان رو ترک می‌کنن توی زندگی شما نخواهد اومد. یعنی این چیزیه که شما اگر برگردید و از هر کدوم از دانشجوهای پزشکی بپرسید آدم‌ها به این لحظه اعتیاد پیدا می‌کنن واقعا. ولی اینا رو کنار هم دیگه نگاه بکنید و ببینید آیا پسش برمیاد. من این سری بخوام بگم به کسی که شک داره دندونش انتخاب کنه یا نه، چون من خیلی پیام میگیرم که من کار عملیم خوب نیست، من ظرافت کاری خوبی ندارم، من نمیتونم تمیز کار کنم و اینو من خودم باش درگیر بودم و یاد گرفتم که هر چقدر که اون بخش علمی داستان قوی‌تر باشه تو کار خود به خود زیبا میشه، کارت خود به خود ظریف میشه. و چون که دندونپزشکی خیلی به ظرافت کار دست مهمه، خیلی من این سوال دریافت می‌کنم و اینکه یعنی اینکه شما دست ظریف باشه باعث میشه که جلوتر بیای پیشرفت کنی، ولی اینکه ظریف نیست دستت باعث نمیشه که دندونپزشک خوبی نباشی و میتونی خیلی پیشرفت کنی و با تمرین حل میشه. و کلا این چیزی که میگم اینه که همه چیز مهارته. آدم تا وقتی که اینجوری ببینه میتونه هر چیزی رو در خودش پرورش بده. مثلا این خیلی مهمه. استعداد میگن نبوغ 1%، 99% بقیه‌اش تلاش و یعنی تو هر چیزی مهارت ببینی مهارت رو میتونی پرورش بدی، استعداد رو نمیتونی. آره، ولی با همون پرورش مهارت هم خیلی از استعدادایی که ما فکر می‌کنیم نداریم درست میشه. خیلی خوشحال شدم. من همینطور امیدوارم که برای بچه‌ها مفید بوده باشه و توی انتخاب رشته برای بچه‌ای که بین این دو تا رشته گیر کرده باشن کمکشون کرده باشه. نظرتون توی کامنت بپرسین، اگه سوالی مونده بپرسین، همه جواب میدم. شما جواب؟ بله من جواب. ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.